گفت برای اون که تو اگر خیر دنیا و آخرت بیاوی، تو اگر شرف دنیا و آخرت بیاوی، عقبه پایبند سه چیز شو. همیشه با زبانت سخنی رو بگو که در او راضی خدا باشه. دو، هر خطا و کمبود و لغزشی که تا امروز کردی برای اونها آب دیده کن، برای اونها گریه کن. سیوم، در خاندان نظام اسلامی را جاری کن. یعنی خاندان تو باید همش اهل نماز باشند، خاندان تو باید همش اهل روزه باشند، خاندان تو باید همش قرآن خوان باشند. یعنی خاندان آدم مسلمان باید بوی دین کند، باید بوی قرآن کند. عقبه گفت پایبند این سه چیز شو تا همه خیر دنیا و آخرت میاد. من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفتند کدام انسانی که اگر در ماه مبارک رمضان خرسند می شود، ماه رمضان آمد خرسندی می کند که ماه رمضان و داخلش خرسند می شود، حرم الله جسده علی النیران. پیغمبر خدا گفت خداوند میگوید که من جسد او را نمیگذارم که در آتش دوزخ بسوزد، من نمیگذارم که در عذاب من دوچار شود. شخصی که با داخل شدن ماه مبارک رمضان چکار میکند؟ خرسند میشود، غمگین نمیشود، خرسند میشود. چرا نماز قضا کرد؟ چرا خوراکخوری را قضا نکرد؟ چرا پول جمع کردن را قضا نکرد؟ چرا راحت دنیا را قضا نکرد؟ چرا تمام معیشت دنیا را قضاش نکرد و نماز قضا کرد؟ چرا؟ این سوالی هست از نزد پروردگار برای او بنده می شود که چرا به همه کار دنیایی رسیدی قضاش نکردی؟ چرا نماز قضا کردی؟ در قضاشان در نزد پروردگار گناهگار است، در نخواندنشان در نزد پروردگار گناهگار است. حبیب خدا گفتن لا سهم فی الاسلام لمن لا صلات له. بی قدرترین، بی شرفترین، بی ناموسترین مردم در امت من آن کسانی هستند که نماز نمیخوانند. این بی قدرترین انسان در روز قیامت است. او بعضی بزرگو گفتن مرد یک زنه بی زنه، دو زنه صاحب زنه، پنج زنه سه زنه، رحمت به مرد چهار زنه. این تری هم گفته این مردم قرار نمیسته چی میگه که بو زنه ها میگه بو ملال نشوند، خسته نشوند. چنین تقسیمات کردن میگن چهارزنگی حق ملا و ایشان است. هر کجا همین ودن میگیره همین کجایی که رفت رزقش همراه حساب میگیره میاره سه زنه میگن حقی با این